این وسط فاصله‌ای که بین طراح ایرانی که خیلی هم خوش‌اندیشه است، دانشگاه رفته، بعد جامعه رو میشناسه و فاصله‌ای که با تولید کننده میفته اینه که فکر کنم به این 4 تا فاکتور توجه نمی‌کنه. اونایی که تولید کننده هم میگن طراح انتزاعی میزنن، ما نمیتونیم اجراش کنیم و خود طراحای لباس هم میگن اصلا سراغ ما نمیان تولید کننده ها. این فاصله یه بخش واسه اینه که از یه بخشیش از حق نباید گذشت. ما تو کشورمون قانون مالکیت معنوی هنوز درست اجرا نمیشه. بنابراین تولید کننده ها به خاطر همین تولید کننده هامون خیلی نمیتونن سرمایه گذاری کنن تو حوزه طراحی، سرمایه گذاری بکنن، طراحی نوعی رو هم ایجاد بکنن، کپی میشه و کل سرمایه گذاری اونها سوخت میره. یه مشکل مهم اینه. اما از این مشکل که میگذریم اینجا پیش میاد که طراحای لباس ما اون چیزی رو که باید نمیتونن طراحی کنن، چون تصور میکنن که اگه دانشگاه رفتیم طراحی لباس آموختیم، از زحمات و از تعالیم مدرسین فرهیخته طراحی لباس هم استفاده کردیم و مدرکمون رو گرفتیم، کار تموم شده است. بسیار تازه شما مشارکت بفرمایید. این واقعا یه دردیه که دلیلی که آقای دکتر نمیذارن من وارد داشته باشم به خاطر که درد و دل من خیلی بیشتره و ایشون از نه خواهش میکنم، ایشون از کلمات بهتری استفاده میکنن واقعیتش از برای توضیح دادن این دغدغه در واقع گودالی که بین تولید کننده و طراح هست. متاسفانه دقیقاً همونجوری که آقای دکتر فرمودن دانشجوهای ما توقعاتی دارن که این توقعات توی تولیدی‌ها واقعاً میدونید براشون خیلی سخته باهاش درگیر بشن. میدونید تا یه نفر توی تولیدی نباشه نمیتونه درک کنه که یه تولیدی چجوری میچرخه و وقتی که شما توی تولیدی هستید متوجه میشید که این تولیدی داره بر اساس زمان، بر اساس پول، بر اساس مواد اولیه داره میچرخه. شما نمیتونید اونجا بشینید و انتظار داشته باشید که یکی طرح قشنگ شما رو حالا بیاد براتون اجرا کنه و میدونید واقعیت این داستان اینه که طراحای ما متاسفانه توی قسمت عملی خیلی ضعیف عمل میکنن، آشنا نیستن با تولید، نمیدونن این تولید کننده چی ازشون انتظار داره و به نظر من اگر این جزئی از واقعا یه سال بین تحصیلشون اینا برن توی تولیدیا و کار بکنن و انتظار نداشته باشن که روز اول یکی صندلی بذاره جلوشون، یکی هم یه دفتر قلم بده خدمتشون که بشینن قشنگ نقاشی کنن و ببینید سر فرصت میدونید تولیدی داره زمان بندیشو فکر میکنه آقا الان شب عید من باید مانتوامو برسونم، من باید پارچه‌مو ببرم. کاملا خیلی مهمه، برای همه مهمه. یعنی هر کسی که از کارش پول در بیاره متوجه میشه که زمان بندی براش مهمه. اینم همونطوره و وقتی که متوجه بشن که خب باید اونجا جارو هم بزنن، برش هم بزنن، پشت چرخ هم بشینن، کار خودشون انجام بدن، انتظار نداشته باشن که یکی اونجا سرویس بهشون بده. این تعامل باید از دو طرف اتفاق بیفته که ما طراحمون جای خودش رو توی تولیدی پیدا بکنه و اون تولیدی بتونه از این طراح به نفع احسن استفاده کنه و طراحو فقط به عنوان یک هزینه نبینه.